تا نزدیکی همین 3-4 ماه پیش تمام دولت‌های ابرقدرت میگفتن که منظور امریکا یارو اصلیش میبرند ایس منظور روسیه میبرند یارو اصلیش ایس منظور خطای و غیره و هو کذا. لیکن از کجای یک دشمن نوعیان یک لشکر نوعیان آمد تمام آن زورها حالا چی در خانه پنهان فکری آن را دارند که چگونه از این دشمن ما ایمن یابیم جان خود را. آخر خدای متعال بعضن وقت معجزه‌هاش یک نمود پیش آورده به بندش نشان می‌دهد که لیکن ما بعضی از بنده های گمراه به هستی الله باوری نداریم. نعوذ بالله. شاعر میگه آخه قمچین خدا صدا نداره و وقتی که زنه دیگه دوا نداره دیگه نه بوالت نه اینشتین نه دیگر دیگه خدا خودش که عاقبت کار به خیر گردونه. با دعا باشه. السلام علیکم. لایکی